سلام عرض میکنم خدمت استاد گرانقدر آقای دکتر مانیان، آقای دکتر موسویان و همکلاسی های عزیزم. ما امروز با ارائه درس مبانی تئوری و فلسفی سیستم های اطلاعاتی با موضوع معرفی نظریه معماری سازمانی تطبیقی که توسط گروه شماره 1 خانم خودم سالاری و خانم فرشته برادران و آقای قاسم صدقی کیا تهیه شده در خدمت شما هستیم. امیدوارم این ارائه مورد توجه شما قرار بگیره. محتوای ارائه ما در 7 بخش اصلی نام و اختصار نظریه، خاستگاه و زمینه علمی، تاریخچه و پدید آورندگان این نظریه، شرحی از این نظریه، مدل مفهومیش و کاربردش در مدل سازی سازمانی و در نهایت منابعی که ما برای این ارائه مورد استفاده قرار دادیم تشکیل شده. نام کامل این نظریه معماری سازمانی تطبیقیه که توی انگلیسی به Adaptive Enterprise Architecture Theory و اختصار AEA شناخته میشه. این نظریه یه چارچوب نوظهور توی مدل سازی سازمانی عصر دیجیتاله که تاکیدش روی پویایی و یادگیری و انطباق پذیری مداوم معماری سازمانی با تغییرات سریع فناوری و کسب و کاره. این نظریه فقط یه ابزار توصیفی نیست، بلکه یه نقشه یه راهنمای فعاله که برای هدایت تحولات در ارزش و فرآیند و داده و فناوری مورد استفاده قرار میگیره. در بخش خاستگاه و زمینه علمی معماری سازمانی تطبیقی باید بگیم که این تئوری از همگرایی 3 حوزه کلیدی نشأت گرفته: معماری سازمانی، مدل سازی سازمانی و تحولات دیجیتال. این نظریه سازمان رو به یه سیستم پویا تبدیل میکنه و مینگره که به صورت پیوسته خودش رو با فناوری‌های نوظهور، داده‌های بزرگ، تغییرات نقش انسانی و غیر انسانی مثل ربات‌ها و هوش مصنوعی‌ها تطبیق میده. مهمترین تغییر پارادایمی که این نظریه به اون توجه داره، گذار از منطق قالب کالا به منطق قالب خدمته. در گذشته ارزش از طریق محصولات ثابت خلق میشد، اما امروزه ارزش از طریق تعاملات پویا، مدل‌های داده محور به وجود میان. به همین دلیل معماری‌های سنتی و ایستا دیگه کارایی ندارن و نیاز به یه رویکردی مثل AEA احساس میشه در همه سازمان‌ها. همونطور که توی اسلاید قبلی هم بهش اشاره کردم، توی عصر دیجیتال ارزش از طریق تعاملات پویا و مدل‌های مبتنی بر داده خلق میشه امروزه، نه صرفاً محصولات. و چیز دیگه‌ای که باید خیلی بهش توجه بکنیم اینه که در منطق قالب کالا محصولات ثابت و یه طرفه هستن، اما توی منطق قالب خدمت تعاملات پویا و داده محور و مداوم هستن. این دقیقا همون چیزیه که معماری سازمانی تطبیقی رو ضروری و متفاوتش میکنه. پایه‌های این نظریه توسط 3 پژوهشگر کلیدی به اسم پراپر، هنریکه، گودریا و سوته و یه پژوهشگر استرالیایی پیشرو به نام آصف بومرگیل گذاشته شده. آصف در اواسط دهه 2010 واسه اولین بار مفهوم معماری سازمانی تطبیقی رو به صورت رسمی مطرحش کرد و تحقیقات این 3 پژوهشگر دیگه تو سالهای بعدش نقش مدل‌ها و داده‌ها رو توی معماری دیجیتال پررنگ‌ترش کرد. AEA ادامه منطقی و تکامل یافته چارچوب‌های سنتی مثل توگاف و آرشیمیت، اما کاملا متناسب با عصر دیجیتال و حضور بازیگران جدیدی مثل هوش مصنوعی و ربات‌ها و سیستم‌های خودمختار طراحی شده و تطابق پیدا کرده. در این تئوری معماری سازمانی دیگه یه سیستم مرده و ایستا نیست،
بلکه یه سیستم زنده و تطبیقیه. مدل ها دیگه فقط برای نمایش وضعیت موجود استفاده نمیشن، بلکه یه ابزار فعال برای هماهنگسازی و تصمیم گیری و اجرای تغییرات هستن. هسته عملیاتی و قلب تپنده این تئوری چارچوب آدامزه که شامل 5 قابلیت کلیدیه. یکی انطباق، یعنی توانایی انطباق مداوم و تعریف مدل ها و ساختارها، اجرای عملیات، مدیریت و نظارت بر این عملیات و پشتیبانی و تسهیلگری هستش. این 5 قابلیت توی چرخه مداومی به نام انترپرایز مدلینگ لوپ به کار گرفته میشه. یکی حس کردن تغییرات که منظور جمع‌آوری داده‌های محیطی و عملیاتی و فناورانه است، تحلیل و ارزیابیه، درک تأثیر تغییرات بر مدل‌ها و ساختارهاست، به روز رسانی مدل‌ها، اصلاح معماری و مدل‌های کسب و کار و فرآیندهایی که ازش استفاده میشه توی سازمان و اجرای تطبیقیه، همسو کردن فناوری، داده و نیروی انسانی و استراتژی که اون سازمان داره با این مدل‌های جدید. برخلاف معماری سازمانی که معمولاً در قالب اسناد ایستا بودن، این تئوری کاملا روی چرخه پویا و استوار داره حرکت میکنه. تئوری AEA تأکید ویژه‌ای روی بازیگران دیجیتال داره. هوش‌های مصنوعی، سیستم‌های خودمختار، سنسورها، تحلیلگران داده‌ها، که این بازیگران دیگه فقط مجری فناوری نیستن، بلکه در تصمیم گیری های سازمانی دخیلن. AEA این تغییر بنیادین رو به رسمیت میشناسه و خیلی روش مانور میده. مدل مفهومی معماری سازمانی تطبیقی شامل 4 لایه اصلی و 2 حلقه پویاست که انطباق پذیری سازمان رو تضمین میکنه. اولین لایه ارزش کسب و کار هستش که طراحی ارزش و تعاملات چندبازیگری و مدل‌های کسب و کار رو ایجاد میکنه. بعدی لایه مدل سازی سازمان هستش که مدل‌های ارزش و داده و فرآیند و خدمات برای تصمیم گیری رو انجام میده. بعدی لایه قابلیت دیجیتال هستش که تعاملات با سیستم های دیجیتال و هوش مصنوعی داده های لحظه‌ای رو برامون انجام میده. و لایه آخر لایه تطبیق و بازخورد هستش که جمع‌آوری بازخوردها و تحلیل تغییرات و به روز رسانی مدل ها توی این لایه انجام میشه. این تئوری یه اکوسیستم پویایی رو توی سازمان های امروزی به وجود آورده و نقش مدل ها رو به اشیای مرزی تبدیل کرده، یعنی ایجاد یه فهم مشترک بین مدیران و متخصصان فناوری و ذی‌نفع، یعنی که ما توی کسب و کارمون داریم. توی عصر دیجیتال که عدم قطعیت بالاست و تغییرات خیلی سریع انجام میشن، این نقش برای سازمان های امروزی خیلی حیاتیه. اسلاید پیش روی شما اسلایدی هستش از منابعی که ما برای این ارائه و گزارش شماره 1 استفاده کردیم. با تشکر از همراهی و توجه اساتید محترم و همکلاسی عزیزم و تمام کسانی که به این ارائه توجه داشتن، امیدوارم تونسته باشم اطلاعات خوب و معتبری رو راجع به تئوری معماری سازمانی تطبیقی در اختیار شما قرار داده باشم. خیلی ممنون.